نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را شاکریم از اینکه بار دیگر بر ما منت نهاد تا در شرح آیات سوره دیگری از کلام الله مجید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم. در سوره مبارکه منافقون با شما خواهیم بود با شرح مختصری از معانی آیات این سوره عظیم که از نامش مشخص است درباره منافقان است. منافقان کسانی هستند که در ظاهر ادعای اسلام دارند اما در باطن کافرند. در تاریخ اسلام در زمان رسول الله علیه السلام در مدینه منوره بعد از اینکه مهاجرین از مکه مکرمه هجرت کردند و به مدینه رفتند، در مدینه منوره عده‌ای بعد از جنگ بدر منافق شدند. تا جنگ بدر ما منافقی در تاریخ اسلام نداشتیم، چون در 15 سال اول اسلام 13 سال در مکه و 2 سال اول در مدینه منوره مسلمانان قدرت آنچنانی نداشتند. در مکه که همیشه زیر ستم و ظلم و شکنجه قریش بودند و در مدینه هم در 2 سال اول یهودیان و کسانی که هنوز علنا کافر بودند از غیر از یهودیان در مدینه منوره مسلمان ها رو قدرتی حساب نمی کردند که از اونها بترسند. به همین خاطر نیازی نبود که کسی به دروغ اعلان ایمان بکنه و خود رو مسلمان بنامه تا از این طریق در امان باشه از مسلمان ها به زعم خودش و یا اینکه در بین مسلمان ها بخواد نفوذ بکنه و از موقعیت مسلمان ها استفاده بکنه. بلکه اعلان اسلام در مکه مکرمه به معنای خریدن دشمنی قریش بود و به خطر انداختن جان خود و مال خود و موقعیت خود و هیچ کسی که واقعا مسلمان نبود و مؤمن نبود این کار رو نمی کرد که خود رو به خطر بیاندازه به خاطر یک دروغی که اصلا خودش هم باور نداشت و به دروغ ادعای ایمان بکنه. و همین خاطر ما در بین مهاجرین کسانی که از مکه مکرمه هجرت کردن و مدینه منوره ما منافقی نداریم و همچنین در 2 سال اول در مدینه منوره هم تا جنگ بدر. بعد از جنگ بدر که اتفاق افتاد عده‌ای دیدن که مسلمان ها قویان و رفتن و 1000 نفر از قریش رو شکست دادن و همچنین در میدانی که سران قریش 70 نفر از دانه درشت‌های قریش رو کشتن و به این خاطر بعد از اون احساس خطر می‌کردن. عده‌ای از کسانی که کافر بودن در مدینه منوره اما مصالحی داشتن که به نفع اونها بود که ادعای اسلام بکنن و ظاهراً مسلمان بودن اما در حقیقت و باطنشون منافق بودن. الله متعال درباره اینها آیات مختلفی نازل کرد و تا اینکه این سوره مخصوصاً نازل شد و در این سوره الله متعال صفاتی از اونها رو ذکر کرد و چهره اونها رو برملا کرد و حتی نامهایی از اونها رو وحی الهی جبرئیل امین علیه السلام بر رسول الله علیه السلام ذکر نمود و رسول الله علیه السلام برخوردی که مناسب بود با آنها داشتند. در این سوره مبارکه الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون، وقتی که می آیند پیش تو منافقان، وقتی که آمدن قالوا گفتن نشهد انک لرسول الله،
ما شهادت میدهیم که تو رسول الله متعال هستی. می آمدن می گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمدا عبده و رسوله. ما شهادت میدیم که الله متعال تنها معبود به حق و شایسته عبادت کردن است و تو ای پیامبر ما، ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو رسول الله تعالی هستی. این رو می گفتن. الله متعال میفرماید منافق می آید و این گونه می گوید در پیشگاه شما این گونه گفتن والله یعلم انک لرسول. الله متعال میداند که تو رسول او هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اما الله تعالی شهادت میدهد که منافقان دروغ میگویند. چرا دروغ میگویند؟ در این که میگویند ما شهادت میدیم که تو پیامبر هستی، اینها دروغ میگن، شهادت نمیدن. یعنی اینها در باطن قبول نکردن این رو. این که میگن ما پذیرفته ایم که تو پیامبر الله متعال هستی، این ادعای اونها دروغ است، اونها نپذیرفتن. الله متعال اینجا تعبیر عجیبی اشاره فرمود اونها میگن نشهد انک رسول الله، ما شهادت میدیم تو پیامبر الله تعالی هستی. مستقیم بعدش نفرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و الله متعال شهادت میدهد که منافقان دروغ میگویند، تا این برداشت ایجاد نشه که انگار که اونها که میگفتن تو رسول الله تعالی هستی، الله متعال فرمود منافقان دروغ میگن. یعنی من اینجوری برداشت میشد که یعنی منافقان که میگن تو رسول الله هستی، اونها دروغ میگن، پس تو رسول الله نیستی. الله متعال فرمود منافقان میگویند که نشهد انک رسول الله، ما شهادت میدیم که تو رسول الله تعالی هستیم. الله تعالی هم میداند که تو رسول او هستی. با این تعبیر اون سوء برداشت از این تعبیر، از این جمله برداشته شد. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اما الله تعالی شهادت میدهد که منافقان دروغ میگویند، در این ادعاهای خودشون صادق نیستن که به تو ایمان آوردن، ایمان نیاوردن. اتخذوا ایمانهم جنتا، اینها قسم میخورن، ایمان آوردن، اما این قسم هایشون، ایمان جمع امین هست، ایمان جمع ایمن هست به معنای دست راست، و ایمان یعنی دست راست. ایمن به معنی قسم استفاده میشه، و قسم ها چون با دست راست عهد و پیمان میبستن و قسم میخوردن، به همین خاطر ایمان ذکر میشه. ایمان یعنی قسم ها. اتخذوا ایمانهم جنتا، اینها قسم های خود رو یک سپری قرار دادن که در ورای این سپر، پشت این فصدوا عن سبیل الله، صد عن سبیل الله میکنن، مخفیانه فتنه بافی میکنن، اینها خبرها رو پخش میکنن، اینها دشمنی میکنن، اینها میش در اینها لباس پوستین میش رو بر تن کردن و در حقیقت گرگ هستن. اونها گرگ در پوستین میشن، در میان امت داخل شدن تا ضربه بزنن. انهم ساء ما كانوا یعملون، چه بد است کاری که اینها میکنند. ذلک بانهم آمنوا، این کارشون به خاطر این هست اینها در ظاهر ادعای ایمان کردن پیش تو ای پیامبر من، ثم کفروا، اما وقتی از پیش تو رفتن کافر ماندن و به آنچه که به تو گفتن کفر کردن. اینها پیش تو آمدن ادعای ایمان کردن، وقتی از پیش تو رفتن اینها کافر بودن، در قلبشون باور نداشتن با آنچه که به تو میگفتن. فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، به خاطر این دوگانگی و نفاق اینها بر قلبهای اونها مهر زده شده و ختم زده شده و نمیفهمند. اینها فهم و درک و شعورش رو ندارن. اینها فکر میکنن که این کار به نفع اونهاست، اما نمیدانند که الله متعال اونها رو رسوا خواهد کرد. منافق بسیار انسان نادانی است، دوست و دشمن خود رو نمیشناسه. منافقین کسانی که در ظاهر ادعای ایمان دارن اما در باطن کافرن و صد عن سبیل الله میکنن و ادعاهای دروغین خودشون، ادعای اسلام و قسم خوردنشون برای اسلام فقط یک سپری است تا در ورای اون مخفی بشن، یک پوستی نیست که در زیر اون داخل بشن و به اسلام ضربه بزنن. اینها پنجه های فولادین خودشون رو با دستکشی از حریر میخواهند بپوشانند. الله متعال فرمود و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، حتی ای پیامبر من، حتی تو اگر اینها رو ببینی، ظاهر اینها، شکل و شمایل اینها تو رو به شگفت می آورد. به تعبیر ساده تر امروزی خودمون، تیپ اینها رو که میبینی، شکل اینها رو که میبینی، به تعجب با میدارن تو رو. حتی ظاهر بسیار از اینها شبیه ظاهر مذهبی شماست. تیپ های اونها، قیافه های اونها چقدر شسته و آراسته و مرتب و شیک و پیک هستن. اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، ظاهر جسم اینها تو رو به شگفت می اندازد. و این یقولوا تسمع لقولهم، وقتی صحبت هم می کنند تسمع لقولهم،
ای پیامبر من حتی تو هم کلام اونها رو گوش میکنی. بسیار اینها زبان دارند، بسیار فصیح صحبت میکنند، بسیار اهل لفاظی و اهل لفظ قلم و سخن هستند، اینها ادیبند. منافقین بسیار در این زمینه موفقند. در جنگ رسانه‌ای، در جنگ تبلیغاتی، در ظاهر شیک و آراسته خودشون، در همشکل شدن با مسلمان‌ها و مؤمنان استادن. حتی به حدی که الله متعال میفرماید پیامبر ما وقتی که اینها رو میدید هم از حقیقت اینها خبر نداشت. و من الناس در سوره مبارکه بقره آیه 204 میفرماید که آیه 204 و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا، انسان هایی هستند که کلام آنها در زندگی دنیا تو را به شگفت میآورد. و هو الد الخصام و یشهد الله علی ما فی قلبه، و الله رو بر قلب خود شاهد میگیرد. و هو الد الخصام، در حالی که پست ترین و لجوج ترین دشمنان تو هستند. حتی منافقان رو، چهره منافقان، حقیقت منافقان، کلام منافقان بر اهل علم و خواص این امت هم پنهان است. حتی بر رسول الله علیه السلام پنهان بود، چه برسه بر عوام. اینها حتی خواص امت رو فریب میدن، علمای امت رو فریب میدن، دعوتگران رو فریب میدن، چه برسه به مردم دیگر و عوام امت رو. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم، وقتی اینها رو میبینی به شگفت میاندازه تو رو ظاهر اینها، وقتی سخن میگویند به سخنان آنها گوش میدی. کأنهم خشب مسنده، گویی اینها تنهای درختی هستند، چوبهای بزرگی که به گوشه تکیه دادن. اینها وجود اینها و عدم وجود اینها یکسان است. اینها حضور اینها هیچ تأثیری بر اونها نداره در محفل شما. اینها انگار که یک تخته چوبی هستند، تنه درختی هستند، چوبی هستند که گوشه به دیوار تکیه دادید. حالا شما تا صبح دوی گوشه این تنه درخت بیا بخوان، یاسین بخوان، چه فایده میکنه به این آدم؟ هر چقدر شما بخوانی هیچ متأثر نمیشه از صحبت شما. یک ظاهری داره شسته و آراسته و مرتب، اما داخل باطنی وجود نداره. این فقط همین ظاهرش هست و هیچ استفاده از صحبتتون نمیکنه. که انهم خشب مسنده، چوب های تخته هایی هستند که به دیوار تکیه داده شدن. یحسبون کل صیحة علیهم، هر فریادی رو بر علیه خود میپندارند. دشمنان حقیقی اینها مسلمان ها هستند. اینها از هیچ کسی انقدر نمیترسن که از مسلمان ها میترسن. منافق بزرگترین دشمن اسلام است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله متعال میفرماید منافقین در پایین ترین درجه دوزخ هستند. بشر منافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت بده منافقین رو که عذاب بسیار دردناک پیش روی آنهاست. منافقین رو الله متعال میفرماید در پسترین و پایین ترین درجه دوزخ هستند و بدترین دشمنان اسلام. چرا که دشمن وقتی که به سمت انسان حرکت میکنه، وقتی که انسان دشمن حرکت میکنه، در خانه خود رو بسته، سلاح خود رو به دست گرفته، سنگر خود رو آماده کرده برای مبارزه با دشمن. وقتی منافق میاد به سمت تو، در خانه باز است، سلاحی انسان نداره و هیچ آمادگی برای جنگ نداره. به این خاطر که منافق خطرناک است، چون انسان او را هرگز دشمن نمیپنداره. اینه که از داخل ضربه میزنه. و چقدر خیانت ها و جنایت هایی رو که منافقین در امت انجام ندادند به نام اسلام و مسلمین. کسانی که منافقند، اینها رو الله متعال میفهمد هم العدو، اینها دشمنان حقیقی شما هستند. فاحذرهم، پیامبر من، ای مخاطب قرآن، ای اهل توحید، از اینها برحذر باش. قاتلهم الله، الله متعال اینها رو بکشد و هلاک گرداند. ان یؤفکون، چگونه روی میگردانند از حق و حقیقت و دشمنی میکنند. و اذا قیل لهم تعالوا، وقتی به اونها گفته میشه بیایید، یستغفر لكم رسول الله، برای شما استغفار کنه رسول الله علیه السلام شما رو ببخشد، بیایید و توبه بکنید، دست بردارید از این کار خودتون. کسی که به اون گفته میشه ادعای اسلام میکنه، به اون گفته میشه بیا رسول الله برای تو طلب بخشش بکنه، آیا کسی هست که طلب بخشش رسول الله رو و دعای رسول الله رو رد بکنه؟ اینها رد میکردن. لو رؤوسهم، روی بر میگرداندن و اینها روی بر میتافتن. و رأیتهم یصدون، سرهای خود رو تکان میدادن، سرشون رو تکان میدادن به نشانه تمسخر در برابر دعای رسول الله علیه السلام. و رأیتهم، و میبینی آنها رو یصدون،
و اینها کسانی هستند که روی برمیتابند و میرن و هم مستکبرون، از روی غرور و استکبار و تکبر روی برمیگردانند و گوش نمی کنند و حاضر نیستند تو برای اونها دعا بکنی حتی که بخشیده بشن. سواء علیهم، هرچند که اگر برای اونها الان دعا هم بکنی، سواء علیهم، برای اونها یکسان است، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. برای منافق اگر دعا بکنی، چه استغفار بکنی ای پیامبر من، چه استغفار نکنی برای اونها، الله متعال هرگز منافقان رو نخواهد بخشید تا وقتی خودشون دست از این کار بر ندارن و به دامن حقیقی اسلام داخل نشن و اعتراف نکنن با تمام وجود و قلبشون به الله متعال و رسالت تو و دست نکشن از دشمنی با اسلام و مسلمین. یکی از منافقین مرد و رسول الله علیه السلام به احترام پسرش عبدالله ابن ابی ابن سلول رأس منافقان مدینه، چون ادعای اسلام داشت، پسرش مسلمان بود، از رسول الله علیه السلام خواست تا برای او نماز جنازه بخوانه، بلکه عبای رسول الله علیه السلام رو گرفتن و در داخل او کفن کردن و دفن کردن و رسول الله علیه السلام بر او نماز خواند و دعا کرد. الله متعال رسولش رو منع کرد از این کار، فرمود این کسی که تو برای او دعا میکنیم، اگر این تستغفر لهم 70 مرتان 70 بار هم برای او استغفار بکنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز الله متعال او رو نمیبخشه. ولا تقم علی قبره، هرگز دیگه بعد از این ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، دیگه بعد از این هر منافقی که میمیره بر قبر او نماز نخوانی پیامبر من، هرگز بر قبر او نایست و دعا نکن. منافق رو هیچ دعایی به دردش نمیخوره مگر اینکه خودش برگرده و توبه بکنه و به دامن اسلام داخل بشه، چرا که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، الله متعال انسان فاسق رو هدایت نخواهد کرد، رهنمون نخواهد ساخت به سمت حق و حقیقت. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، اینها همون کسانی بودن که میگفتن انفاق نکنید، صدقه ندید به اون کسانی که نزد رسول الله، نزد محمد صلی الله علیه و سلم هستن، حتی ینفضوا، تا دور بری های او فرار بکنند. منافقان در زمان رسول الله علیه السلام میگفتن یکی از راههایی که ما میتونیم ضربه بزنیم به محمد صلی الله علیه و سلم این هست که به صحابه‌ای که فقیرن دور بر او کمک نکنید تا اینها مجبور بشن ورش بکنن. اینها فکر میکردن که خالق آسمان ها خودشونن. اینها چی فکر میکردن؟ اینها فکر میکردن که رزق و روزی مؤمنان به دست اینهاست. اینها چی فکر میکردن؟ اینها آیا فکر میکردن که رسول الله علیه السلام دل به مال اینها باخته است؟ اینها چی گمان میکردن؟ ولله خزائن السماوات والارض، گنجهای آسمان و زمین از آن الله متعال است. ولكن المنافقین لا یفقهون، اما انسان منافق این رو درک نمیکنه، شعورش رو نداره بفهمه، این رو نمیفهمه. ولله خزائن السماوات والارض، اگر در مشکلات و سختی ها به بنبست رسیدی، راه آسمان باز است. ولله خزائن السماوات والارض، فراموش نکن که گنجهای آسمان و زمین به پیش الله متعال است. گنجهای آسمان و زمین. اگر مشکل اقتصادی داری، اگر مشکل فرزند و بچه دار شدن داری، اگر مشکل همسر داری، اگر مشکل تربیت فرزندان داری، اگر مشکل رابطه با خانواده داری، اگر غریبی، اگر در غربتی، اگر که به بنبست خوردی، اگر مشکل اقتصادی داری، اگر مشکل تعلیم و تعلم داری، اگر مشکل جسمی و بیماری داری، اگر هر مشکلی که داری، کلید گنج‌های آسمان به دست الله متعال است. آسمان و زمین. ولله خزائن السماوات والارض، گنج‌های آسمان و زمین به دست الله متعال است. از الله متعال طلب کن و به هیچ کسی دل نبند، فقط از الله متعال بخواه، نه به این طرف و نه به اون طرف به هیچ کسی نگاه نکن، فقط جانمازت رو بیانداز، 2 رکعت نماز بخوان و سر به سجده بگذار و از الله متعال مالک آسمان ها و زمین خاضعانه و خاشعانه طلب بکن و فقر خودت رو و نیاز خودت رو و شکستگی خودت رو و ذلت خودت رو پیش الله متعال عرضه کن و از او بخواه که خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست. ولكن المنافقین لا یفقهون، اما انسان منافق نمیداند. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اینها از وی برمیگشتن
یکی از همینها عبدالله ابن ابی گفت اگر ما برگشتیم اون موقع ما عزیزترین ما، ذلیلترین ما رو از مدینه اخراج خواهد کرد. این ملعون منظورش از عزیزترین خودش بود و ذلیلترین رسول الله علیه السلام و یارانشان. این انسان نمیدانست که عزت کجاست و ذلت کجاست. پسرش خبر شد، گفت به والله من هرگز اجازه نخواهم داد که این وارد مدینه بشه تا اینکه این جمله خودش رو پس بگیره و بگه که ذلیل ترین خودش هست و عزیزترین رسول الله صلی الله علیه و سلم، و جلوش رو گرفت و مجبورش کرد. گفت هرگز نمیگذارم و اگر تکون بخوری از اینجا تو رو خواهم کشت. و اون مجبور شد اعتراف بکنه که ذلیل خودش هست و عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن الله تعالی است، از آن رسول الله است و از آن مؤمنین است. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. اما منافق نمیداند. منافق نمیداند که عزت او در ارتباط با الله تعالی است، در ارتباط با رسول الله است، در ارتباط با مؤمنین است. عزت در دین است، عزت در اسلام است. یکی از صفات منافقین اینه که عزت رو در غیر اینها میبینن. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اینها کسانی هستند که کافران رو به دوستی گرفتن به جای اینکه مؤمنان رو به دوستی بگیرن. ایبتغون عندهم العزة. آیا عزت میخواهند از کافر؟ کسی که برای کرسی و مقام خودش، کسی که برای پست و تجارت خودش، کسی که برای مال خودش، کسی که برای تمام نعمتهای دنیوی میره پیش کافر، پیش ظالم، پیش مستکبر سرخم میکنه و ذلت رو میپذیره و پیش اون میره. این یکی از صفات نفاق است. از بزرگترین صفات منافقین دوستی با کفار به خاطر مطامع دنیوی، مناصب دنیوی و پست و مقام و کرسی و قدرت و مال است. الله متعال میفهمد ایبتغون عندهم العزة. آیا عزت رو پیش اونها طلب میکنن؟ فإن العزة لله جميعا. تمام انواع عزت پیش الله متعال است. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن الله تعالی است، از آن رسول الله است، از آن مؤمنین است. عزت در قرآن است، عزت در سنت است، عزت در رابطه با مؤمنان است، عزت در اسلام است، عزت در دین است. اما منافق این رو نمیدونه. به جای اینکه اسلام رو گسترش بده، به جای اینکه اسلام رو پررنگ بکنه، به جای اینکه کتاب و سنت رو نقش و پخش بکنه، با اینها دشمنی میکنه، با اینها به جنگ برمیخیزه، به این امید که عزت پیدا بکنه نزد کفار و مشرکین و باداران خود. اما این انسان نادان نمیداند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما این گونه نشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اون نشه که مالهای شما و فرزندان شما رو از ذکر الله متعال غافل بکنه. حتی مال شما و فرزندان شما که عزیزترین شما، از انسان از فرزند عزیزتر چی داره در زندگی؟ حتی فرزندت نشه که تو رو از ذکر الله متعال غافل بکنه. فرزند تو سبب نشه که به خاطر فرزندت مال حرام بیاری سر سفرت، به خاطر فرزندت نافرمانی بکنی، ظلم بکنی، پارتی بازی بکنی، ستم بکنی، به خاطر تجارتت، به خاطر اینکه پول در بیاری، از هر راهی هر کاری که دلت میخواد انجام بدی. پسرت اشتباهی کرد از اون حمایت بکنی، ظلم میکرده پشت سر ظلمش بایستی. نشه که نافرمانی بکنی الله متعال رو فقط به خاطر فرزندت و فقط به خاطر مالت و اولادت. حتی اینها و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. هر کسی که به خاطر مالش، فرزندش، خانوادهش، قومش، فامیلش، طایفهش، قوم الله، به خاطر اینها ذکر الله متعال، یاد الله متعال و دین رو فراموش میکنه، فاولئک هم الخاسرون. اینها بسیار زیان دیدن و ضرر دیدن. و انفقوا مما رزقناکم. شما انفاق بکنید، شما بذل و بخشش بکنید. مما رزقناکم، از آنچه که من الله متعال به شما دادم. مال رو من به تو دادم. رزقناکم، رزق و روزی رو من دادم. از چی میترسی که انفاق نمی کنی؟ مگه من این رو به تو ندادم؟ تو انفاق کن تا چندین برابرش رو به تو بدم. انفقوا مما رزقناکم. این جمله رو ما باید خیلی دربارش فکر بکنیم. خیلی وقتا میخوایم دست به جیب بکنیم برای مشکلی، برای کسی، برای شخصی، یک جای خیری میخوایم صرف بکنیم، دستمون میلرزه، قلبمون میگه خب کم میشه پولت، خب کی اینو به ما داده؟
اون کسی که به ما میده خواسته که بهش بدیم، پس بدیم. اون چه که از ما میگیره چندین برابر رو به ما پس میده، 700 برابر بلکه بیشتر رو به ما پس میده. انفقوا مما رزقناکم، من روزی رو به شما دادم، از چی میترسی؟ دوباره بهت میدم. قبل از اینکه یک روزی که مرگ به سراغ یکی از شما بیاد، فیقول ربی، اون موقع میگوید لولا اخرتنی الی اجل قریب، یک مدت خیلی کمی رو به من مهلت بده خدایا، یک کمی دیگه به من مهلت بده، فاصدق، تا برم صدقه بکنم، و اکن من الصالحین، و از جمله صالحان باشم. قبل از اینکه اون روز فرا برسه، قبل از اینکه مرگت به سراغت بیاد، تویی که ثروت داری، تویی که میتونی، تویی که تجارت داری، تویی که وضعیت خوبه، تویی که میتونی کمکی بکنی، کمک بکن به دور بریهات، به فامیلت، به خانواده خودت، به دوستانت، به آشنایانت، به عزیزانت، به کسانی که در راه دینن، به کسانی که کار فرهنگی میکنن، به مساجد، به ایتام رسیدگی بکن قبل از اینکه مرگ بیاد و تو رو ببره. بعد از مرگ چی به تو میرسه؟ همه اینها رو فرزندانت بین همدیگه تقسیم میکنن بین خودشون، تا اینکه معلوم هم نیست در چه راهی صرف بکنن. آنچه که تو صرف میکنی برای تو میماند. قبل از اینکه فرصت پیدا نکنی، از الله متعال التماس بکنی به تو فرصت بده، فرصت اندکی تا بتونی صدقه بکنی، و این فرصت دیگه پیدا نخواهد شد. فاصدق و اکن من الصالحین، تا از جمله صالحان باشم. صلاح هر شخصی به اندازه صدقه اوست. فاصدق و اکن من الصالحین، میخوای صالح باشیم، ببین چقدر صدقه میدی. هرچی تو صدقاتت بیشتر باشه، صلاح تو بیشتره. صدقه به این معنا نیست که زیاد باشه. تویی که علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، هر کسی که توانی داره ولو 1 ریال، تو هر چقدر توان داری، هر چقدر توان داری همون اندازه. منتظر نباش تا ثروتی گیرت بیاد. امروز میبینی که 100 ریال در جیبت هست، 1 ریالش رو بده. یک نونی داری، 1 لقمه از نان رو به کسی بده. خرمایی داری، 10 تا خرما داری، نصف یک خرما رو به کسی بده. به همین اندازه صدقه رو فراموش نکنیم. مرده انسانی که در قبر میره، آرزوی او این است که برگرده و صدقه بکنه، چون صدقه بسیار ارزش داره از الله متعال. دعای اون شخصی که مشکلش برطرف میشه و تو به او صدقه دادی برای تو کافی است. دنیایی از مشکلات تو رو حل خواهد کرد. رحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به اهل زمین رحم کنید تا اهل آسمان هم به شما رحم کنه. ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، و فراموش نکن الله تعالی وقتی اجل تو فرا رسید دیگه به تو مهلت نخواهد داد. 1 لحظه هم مهلت پیدا نمی‌کنی، از الان شروع کن. برو سرمایه گذاری کن برای خودت، برو در صدقه های جاریه شرکت کن، برو در مساجد، برو در دارالایتام ها، برو در مدارس، برو در بیمارستان ها، برو برای کسانی که خدمت میکنن برای دین، برو برای کسانی که مفید هستن برای جامعه خرج کن و صرف کن تا ثواب تو منتشر بشه، تا بعد از مرگ تو کارنامه اعمال تو باز باشه، تا بعد از مرگ تو گناه ارث و میراثی که برای فرزندان گذاشتی تنها سراغت نیاد. تو نمیدونی در چه راهی صرف میکنن، بلکه عبادتی برای خودت بکن و جمع بکن. ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. الله متعال کاملا آگاه است و خبر داره از آنچه شما انجام میدهید. فرصت رو غنیمت بشمار. سوره منافقون ما رو برحذر داشت از اینکه ما عزت رو پیش غیر الله متعال جستجو بکنیم. به من شما میگوید عزت پیش الله تعالی است و در دین است و در سنت است و در مؤمنین است. صدقه بده و انفاق بکن و نترس. الله متعال اگر میخوای صالح باشی، هر چقدر صدقه کنی صلاحت بیشتر است. الله متعال به تو خواهد داد. و به پرهیز از اینکه شبیه منافقان باشی، عملت چیز دیگری باشد و ادعای تو چیز دیگری، و برحذر باش از منافقان و مواظب باش که اونها به تو ضربه نزنند که بزرگترین دشمنان تو هستند. منافق کسی که ادعای اسلام دارد اما حقیقتش کافر است. صفات منافقین بزرگترینش این است که با کفار دوستی میکنن بر علیه مسلمین، به خاطر اینکه عزت رو اونجا طلب میکنن. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. از اینکه تا این لحظه برنامه خود یاری کردید از همه شما نهایت سپاس رو دارم. تا برنامه بعد، الله یارو نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني